هستیم. این قسمی که میبینید شخصیت‌های محترم از اطراف اطراف افغانستان، از اقوام و ملت‌های مختلف، ما برای جلسه و شورای تفاهم لوی خندار تصمیم داشتیم که خودم اشتراک بکنیم و از نزدیک باشان تفاهم بکنیم. اگر با این گرده ما یک اشتراک نمیکنیم برای گرده اما این بعدی که با آجنده و سناریوی مشخص تصمیم میکردیم. اما متاسفانه که لوی خندار یکی از گوشه‌های وطن ما و یکی از سرزمین هماسه و با افتخار کشور ماست و رهبری حکومت ما را اجازه رفتن با خندار ندارد. که خود یک حرکت خلاف قانون، غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی است. با تأسف که این حرکت غیر ملی که به خیر کشور نیست، به خیر ملت ها نیست، به خیر افغان و افغانستان نیست و در تیمیز خدشدار میسازه و پایه‌های حکومت خصوص میسازه. امیدوار هستم که سردمداران حکومت سرکوش کنند. ما متاسفانه بعد از یک تا انتظار دوباره از طیاره پایین شدید، فعلا در میدان بین‌المللی شهر مزار شریف هستید، یعنی حرکت نکرده بیشتر از منطقه خندار از داخل طیاره گذاشتن. تشکر.